بر زن زیاد محبت داده شوه، خواستش نیست. یعنی اگر یک زن مطمئن شوه که شوهرش محبت صادقانه به او داره، من من حیث یک زن به ضمانت براتان میگویم برادرای محترم که هرگز براتان خیانت نمیکنه ان شاء الله. زنان با ظرف میگم بازم استثناء داره. زن دیندار که بفهم شوهر کت صادقانه، دروغ نه، خیانت نه، صادقانه محبت به زنت داشته باشی، زن هرگز به تو خیانت نمیکنه. وفادارترین موجود زن است. از مردها که در زنها بسیار با وفا هستند. همونطور است نه؟ شوهر کمی زنش فوت میکنه، دیست که میره عروسی میکنه نه؟ اما زن شوهر که فوت میکنه فراموش کردن از او بسیار سخت است برش. 4 ماه و 10 روز عدت یک حکمتش همیست. غمش بسیار زیاد است. میفهمین؟ فلهذا به زنت با جملات زیبا، کلمات زیبا، جملاتی که او را خوشحال بسازه، تعریفش بکو، تمجیدش بکو. بعضی ها در این باره هم چی میگن؟ نازش بتم هوایی میشه، بدعوا میشه. بان خیر همی زن هوایی نشه، خیکی شه. بیاین همی خانه ها را قفس جور نکنیم، همی خانه خود قفس جور نکنیم. خانه خود بر اساس نفرت و ترس بنا نکنیم که او بسیار سست می باشه. قوی ترین خانه ها همون خانه هایی است که بر اساس محبت تار و پود ازی جور شده باشه و بسیار مستحکم است. گاهی وقت که فرزندانم سر من ناز میکنن، باز من خودم کت خود میگم بان که ناز کنن، نازشه که من ور ندارم کی ور داره. حتی خوش میشم از همون ناز کردنشان. همین خانه است، در خانه خود که ناز نکنه، سر من که ناز نکنه، خیسرکی ناز کنه. همین شوهر که سر زن ناز نکنه، زن که سر شوهر ناز کنه، خیسرکی کنه. شما به من بگوین هن لباس لکم و انتم لباس لهن، خیلی در کجا است؟ چی معنا میتخیمی؟ یک زن که جرأت نداشته باشه بالای شوهر خود ناز کنه و مرد سر زن خود ناز کردن نتانه، او خانه نیست از دید من. او قفس است، او زندان است که شاید بعضی وقت در رنجش خود شاید از زندانهای واقعی کرده هم زندانتر باشه. خانه جای راحتی است، خانه جای سکون است، خانه جایی است که تکلفات نیست. نه ای که زن بترسه که ولی شوهر آمد. جدیت در جایش. ما خلاف جدیت نیستیم. گپای من معنا نمیده که مرد بیخی هیبت خود از دست بده. من میشه به خواهرها گفتیم مرد باید تو شخصیت باشه که وارد خانه میشه اینجا فهمیده شود که مرد آمد، پدر آمد. نه ای که پدر داخل میشه هیچ معنا نه. این جایگاه حفظ شود. اما این باز به این معنا هم نیست که وقتی که یک مرد میه گویا که یک بلای آسمانی میه، گویا که یک مصیبت میه. به اصطلاح همو اطفال به زبان خودشان بابا میه. یکی پشت در دیوار خدا پت کنه، یکی در پشت در پس خانگک بره. زن خو بیچاره دیگه دست پاش الو خانه جمع است، الو آشپزخانه دیر شد، الو او بزنه کاسه بشکنه، بشقاب بشکنه که شوهر آمد. این خو شوهر نیست، با واقعیتش دیگه این شوهر نیست. نباید خدا تو یک شخصیت جور بکنیم به نام جدیت، به نام سام، به نام از این که هوایی میشن، به نام از این که ولی اگر من یار زیاد ناز بتم از بیخی از حد و حدود خود میگذرن. از حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کرده فکر نکنم ما تو جدی تر باشیم. روز شخص صحابه کرام پیش حضرت عمر رضی الله تعالی عنه آمد، خانهش آمد که از زن خود شکایت بکنه. دقیقه نشست، حضرت عمر رضی الله تعالی عنه خواست که نان بیاره، گفت نان بخوریم بعد از او با سوال بکن. وقتی حضرت عمر رضی الله تعالی عنه رفت، امی صحابه کرام صدای خانومش شنید، سر و صدایش. پس که آمد حضرت عمر رضی الله تعالی عنه گفت سوال محل شد، ما برم. به خاطرش چی آمده بودی سوال؟ گفت من آمده بودم به خاطر شکایت کردن از خانم و وقت صدای خانم خود شنیدم سوال محل شد.
حضرت عمر رضی الله عنه میفهمین برش چی گفت؟ چطور تحمل نکنم در حالی که این مادر اولادای ما هست، در حالی که این امو سختی های ادای مسئولیت ها را در خانه تحمل میکنه، و چطور تحمل نکنم؟ باز یک گپش هم باز تحمل نکنم؟